ستان شروع کردم به داستان از گرفتاری فیروز چند تکان میلان سال 1387 از کابل شدیم روان روزی اولی جدید از کابل شدیم روان سالن بود برف و بارش همراهیم با خدا جان رسیدم شهر قندوز بسر خیال و ارمان گرد و برم جمع بودم یک تعدادی جوانان گرد و برم جمع بودم یک تعدادی جوانان رفتم انگامی دیگری بزاخیل های خوندم خیلی مردم جمع بود در داخل و در میدان بود با انتظار ما همگی خرد و کلان آمدن از رای دور میمان های قدریدان خرد و کلان محفل بود همگی بود شادمان میله و بازی داشتن به هوس و به ارمان میله و بازی داشتن به هوس و به ارمان شب که شد 12 بجه سر ما جا شد فلان سرانگال امرای افراد خودم به آنجا رسان تویا کردن ماسره بی ثبوت و بی نشان قطع چند بوتل شراب خدا رساند میدان شروع کرد توهین آمیز جور کرد ماتمی کلان مقفول لای سر گردید موترهای مهمانان یک گردو وردی چسبید کلکی بود برایشان دشمنای فرهنگه ای خدا جان بشرمان فیروزی قندوزی را آورد به سوی زندان در عقیبش جور نمود صد بهانه و بهتان ژورنالیستای شمال خیلی بودن شادمان خبری این قضیه را هر طرف کردن روان گزارشای گوناگون مردم صاف برایشان رازهای سرانگوانه همگی میکرد پنهان گزارشای گوناگون مردم صاف برایشان به خاطری $5 کار میکرد از دل و جان با این کارهای بیهوده کلنگی بم نیگران با این کارهای بیهوده کلنگی بم نیگران از گرفتاری فیروز آوازه شد در جهان دشمنایم خرسند بود دوستانیم بود برایشان سرانوال صاحب خالقیان سرانوال صاحب خالقیان خوش بود با این کارشان هر جای داد مصاحبه واز کرد میداد تکان عیبی خود را ندیدن از ما را میداد نشان از آلتو به 100,000 از طبقی جاهلان امین قسم چهره ها وطن نکردم ویران امین قسم چهره ها وطن نکردم ویران
شدت داره جریان یک میدانی بزکشیست یک میدانی بزکشیست مثل شهر ناپرسان این که ما هر چیز میگیم هست آزادی بیان راهی میشن در وطن بسد خیال و هرمان در داخل افغانستان در وطن رشوت خوری به شدت داره جریان یک میدانی بزکشیست مثل شهر ناپرسان این که ما هر چیز میگیم هست آزادی بیان مدام میکنن توهین در حقی هنرمندان این از بربادی وطن این از بربادی فرهنگ آقا باشید دوستان این از آبادی این از بربادی فرهنگ آقا باشید دوستان قضیه نشوه کلان 50 روز بودم ما بس به همراهی اسیران مدیر ما بس بوده جنرال صاحب شامل خان خط ما خوب رویه کرد تشکر از لطفشان نامش اعلان کنم دگروان صاحب سرور خان با ما کردن همکاری تشکر از لطفشان 3 وقت نانرایی میکرد حاجی زبی پهلوان دشمنای فرهنگه ای خدا جان بشرمان دوست داریم در هر شعبه خیلی بودن پریشان قماندان سید نوروزخان بیادری کلام است سر ما از میربان رحیم الله زاهل دعا کرد از دلو